دیگر از فضیلت‌های جمعه همین است که در این روز امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر روح پاکی مطهری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستند که هر کسی که در روز جمعه 80 مراتب صلوات میفرستد، پیغمبر گفت که من صلی علی فی یوم الجمعه 80 مره، کسی که در روز جمعه 80 مراتب به من صلوات میفرسته، غفر الله له ذنوب 80 سنه، خداوند گناه 80 ساله او را میبخشد. 80 مراتب کسی که صلوات بفرستد، خداوند 80 ساله گناه او را میبخشد. این عبادتی بسیار و عمل سبک. رسول اکرم گفت که ان الله فرض علیکم الجمعه فی یوم هذا و فی مقام هذا. پیغمبر گفت که خدا فرض گردانیده است جمعه را فی یوم ها، در این روز و در این مقام. یعنی فرض بدن جمعه را پیغمبر گفته است که ان الله فرض علیکم جمعه، خدا بر شما جمعه را فرض گردانید. این پیغمبر سخن پیغمبر است. پس که کی حدی داره که یگان علاج بیاوه که ترک جمعه کنه؟ هیچ راهی نیست. در شهر پیشینه به جماعت خواندن مکروه است و کریه فی مصر میگه ظهر معذور او غیر معذور. در شهر پیشینه آدم هایی که عذرم داشته باشن که به جمعه حاضر شده نتونن، اونها هم همین است که پیشینه تنها بخونن. حتی در حبس خانه هم اون مسلمان هایی که در حبس هستن، همونها هم در سجن در زندان هم که باشن، پیشین تنها بخونن و جماعتش نکنن به خاطر احترامی روز جمعه و نماز جمعه.